بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. در یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم با مثال دیگر از مثال‌های کتاب الله متعال. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌هایی بیان کرده و در قالب هر کدام از این مثال‌ها یک معنا و مفهومی رو با یک مثالی که مشهوده و محسوس و ما احساسش میکنیم و ما میبینیمش برای ما توضیح میده تا اون معنا و مفهوم مورد نظر بهتر درک بشه. یکی از این مثال‌ها مثالی است که الله متعال در آیات پایانی سوره مبارکه حج برای ما مطرح میکنه. در آیات 73 به بعد از سوره مبارکه حج در آخرین صفحه این سوره عظیم الله متعال برای ما مثالی میزنه که این مثال بی ارتباط نیست با خود موضوع حج. میدونیم که حج یکی از ارکان دین مبین اسلامه و حج از اون ارکانی است که در اون حکمت‌ها و درس‌ها و مواعظ بسیار بزرگ نهفته است. حج وقتی که صحبت از حج میشه انسان به یاد کعبه میفته، به یاد مکه میفته، به یاد عرفات و منا و مزدلفه میفته، به یاد صفا و مروه و زمزم میفته، به یاد ابراهیم علیه السلام، اسماعیل ذبیح الله، هاجر علیهم السلام، خاندان ابراهیم، آل ابراهیم، به یاد ابراهیم علیه السلام اون پدر بزرگوار امت و بت شکن بزرگ تاریخ میفته، به یاد توحید میفته. شعار حج، مهمترین شعار حج اینه که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. درود و در ابتدای احرام پوشیدن، در ابتدای آغاز به سفر حج این شعار و این ورد همیشه بر زبان هست که بار الله آماده ایم، هیچ شریکی برای تو نیست و تأکید بر این که شریکی نداری در حج خیلی پررنگه. وحدانیت الله متعال، همونطور که همه در یک روز، در یک جا، در یک مشاعر، در یک مکانهای مقدس با یک افعال و اعمال خاص و یک نیت خالصانه دارن که یک هدف رو پیش میبرن و اون رضایت الله تعالی است. در حج توحید بسیار پررنگه. در سوره مبارکه حج هم الله متعال وقتی که برای ما دلایل مختلفی رو مطرح میکنه، از جمله نتیجه گیری هایی که در سوره مبارکه حج در آیات پایانی مطرح میشه، آیاتی است که مرتبط به توحیده که در قالب یک مثال برای ما بیان میشه. الله متعال در سوره مبارکه حج در آیه 73 برای ما یک مثال میزنه و از ما میخواد تا خوب در این مثال دقت بکنیم و به این مثال گوش بکنیم. الله متعال در این آیه میفرماید که یا ایها الناس ضرب مثل، ای انسان ها مثالی زده شده است. الله متعال برای ما مثال میزنه در این آیه، فاستمعوا له، خوب بهش گوش کنید. فاستمعوا له تعبیر نشان از تدبر و تفکر داره. خوب گوش بدید، نه که فاسمعوا له یعنی گوش کنید، فاستمعوا با دقت گوش کنید، خوب متوجه باشید، همه تن گوش بشید به این مثالی که الله متعال زده در پایان سوره حج. یعنی چی؟ یعنی اینکه حج، درس بزرگ حج، اون سفر عظیم باید انسان رو به این درجه برسونه که به این فهم برسه
یکی از درس‌های حج این مثاله. فهم و درک این معناست که در قالب این مثال برای ما مطرح شد. یا ایها الناس، ای مردم، نه فقط مؤمنان، ای مردم، همه انسان ها. یا ایها الناس ضرب مثلا، یک مثالی زده شده، فاستمعوا له، خوب بهش گوش کنید. الله متعال مثال زده برای ما. ان الذين تدعون من دون الله، همان اون کسانی رو که به غیر الله متعال به فریاد میخوانید. غیر الله متعال تمام مخلوقات الله تعالی است. من دون الله معناش تنها بت نیست. بت یکی از مصادیق من دون الله است. من دون الله یعنی به غیر از الله، من دون الله یعنی پایین تر از الله، که هر دوی این معانی میشه یک چیز. غیر الله تعالی و پایین تر از الله تعالی میشه مخلوقات الله تعالی، یعنی همه مخلوقات الله تعالی. ای کسانی که مخلوقات الله متعال رو به فریاد میخوانید. حالا کسی شاید بتی رو بگه یا فلان مدد، کسی ملکی رو میگه فلان مدد، کسی خورشید و ماه و ستاره رو میگه یا فلان مدد، کسی آتش و گاو و حیوان دیگه رو میگه یا فلان مدد. یا شاید کسی پیدا بشه و هست که یکی از انبیای الهی رو میگه یا فلان مدد، یا عیسی مدد، یا موسی مدد، یا رسول الله مدد. مگر نیست؟ یا نوح مدد، یا ابراهیم مدد. مگر نشنیدیم؟ مگر ندیدیم؟ و یا اینکه یکی از اولیای الله متعال رو میاد و ندا میزنه یا فلان مدد. خلاصه اینکه از مخلوقات الله متعال همه مخاطب این آیه هستن. هر مخلوقی از مخلوقات الله متعال که ندا داده میشه در من دون الله داخله. به هر کسی که من دون الله رو ندا میکنم در این خطاب داخلی. یا ایها الناس ضرب مثلا، مثالی زده شده، خوب گوش کنید. فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله، اون کسانی رو که غیر از الله متعال به فریاد میخوانید، میگید یا فلان مدد، هر کی میخواد باشه، و بر این نیتی که جلب منفعت میکنه برای شما و یا دفع مضرتی میکنه از شما، بدانید که اینها لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هرگز، لن یعنی هرگز، نمیتوانند که خلق بکنن مگسی رو، ولو اجتمعوا له، اگر همه اینها هم با هم جمع بشن، همه من دون الله با هم جمع بشن، یک مگس خلق کنن. مگس نمیتونن. لن یخلقوا ذبابا. چرا مگس؟ مگس همه جا یافت میشه، چیزی که همه میبینن دیگه، خیلی ساده است. مگس از حشراتیه که مطلوب نیست زیاد، همش روی نجاست ها میشه. مگس در دید انسان بسیار موجود ضعیفیه و حقیقتش هم اینه، ضعیفه. مگس ضعیفه به نسبت ما انسان خیلی ضعیفه. الله متعال یک شیء ناپسند ضعیفی که هیچ ارزشی نداره نزد انسان‌ها رو مثال میزنه. این خودش یکی از معجزات الله تعالی است، خود مگس. حالا در خلقت مگس و پشه ما کاری نداریم، حالا اون یک بحث جداست. الله متعال میفهمد همین مگسی که پیش شما بی ارزشه و هیچ ارزشی نداره، روی نجاست مینشینه، همه جا میافت میشه. میلیاردها مگس روی زمین هست. شما اگر تمام من دون اللهی رو که به اونها صفت دادید که فلانی خالق زمینه، فلانی خالق آسمانه، فلانی مرده زنده میکنه، فلانی شفا میده، فلانی نمیدونم بچه میده، فلانی صدای منو میشنوه، فلانی از هر جا از حال من خبر داره،
فلانی چه کار میکنه، فلانی بارش آسمان ها و زمین به دستشه، فلانی مشکل گجاست و فلانی باب الحوائج هست و فلانی و فلانی و فلانی انقدر معجزات دارن و عالم به غیب هست و من قبل از اینکه به دنیا بیام خبر داشت من چه کار میکنم و همه اینها از انبیا، از اولیا، از ملائکه، هر کسی که من دون الله، از مخلوقات الله متعال، هر کی که شما او رو فرا میخوانید و فکر میکنید قدرتی داره در آسمان و زمین، اگر همه اینها جمع بشن، اگر همه من دون الله جمع بشن، یک مگس خلق کنن نمیتوانند. کجا میرید شما دیگه الان؟ حالا غیر از این خود مگس رو خلق کردن که به جای خود، الان خطاب کیا هستن؟ کسانی رو که به غیر از خدا، به غیر از الله شما میخوانید، انبیا، اولیا، اهل بیت، صحابه، پیر شما، آقای شما، آقا سید، آقای حاجی، آقای فلان، همین رو داخلن. اینایی که شما فکر میکنید صاحب اختیار دنیان، فکر میکنید صفات ربوبیت دارن، فکر میکنید که اینها صفاتی دارن که فراتر از صفات انسانی است و ملکوتی هستن و جبروتی هستن، نمیتونید یک مگسی خلق کنید. خوب به این مثال گوش کنید. اول آیه چی بود؟ فاستمعوا له. خوب گوش کنید، جانانه گوش کنید. از این عجیبتر حتی مگس خلق کردن که به جای خود، و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اگر این مگس، همین مگسه ریز پیزه، همین مگسه که هیچ عددی حسابش نمیکنه، بیاد و از این من دون الله بیاد یک چیزی رو بگیره ببره، مگس چقدر میخواد برداره دیگه؟ حالا نمیتونن که اون رو باز پس گیرند. حالا شما اومدید فکر میکنید که فلان اختیار دنیا دستشه، فکر میکنید در مشکلات به داد شما میرسه، به فریاد شما میرسه. کسی که خودش در جنگ کشته شده، با شمشیر و با نیزه به شهادت رسیده، میگه یا فلان مدد، به خودش نتونسته کمک بکنه، حالا به شما کمک میکنه. شما فکر میکنید کسانی که نمیتوانن یک مگس خلق کنن، بلکه اگر مگس یک چیزی از اونها بگیره نمیتونن اون رو پس بستانند و پس بگیرن، اینها الان در دنیا صاحب اختیارند. آیا واقعا شما یک کمی عقل خود رو به کار میاندازید؟ الله متعال چرا این مثال رو برای ما زد؟ این مثال زد تا ما بفهمیم که به کجا داریم میریم. کسانی میگن یا فلان مدد، یا فلان مدد. بابا من دون الله نمیتونن یک مگس خلق کنن. تمام من دون الله اگر جمع بشن یک مگس نمیتونن خلق کنن. تمام من دون الله یعنی تمام مخلوقات الله تعالی، از انبیا، از ملائکه، از اولیا. این کلام الله تعالی است. این اصل فهم توحیده. اینا نمیتونن یک مگسی خلق کنن. بعد شما میگید فلانی اختیار آسمان و زمین رو داره، اگر فلانی دنیا رو مدیریت نمیکرد چپه میشد. اینها نمیتونن مگسی خلق کنن. این اهانت به این اولیای الله تعالی نیست، اهانت به انبیای الهی نیست، چون الله تعالی هرگز اهانت نمیکنه به اولیای خودش. این بیان حقیقت جایگاه اونهاست در کائنات. تمام مخلوقات الله تعالی، از انبیا، از ملائکه، در پیشگاه الله تعالی عددی حساب نمیشن، عددی نیستن، هیچ نیازی به اینها نداره الله تعالی. الله الصمد یعنی همین. الله تعالی به هیچ کدوم از مخلوقاتش در هیچ چیزی نیاز نداره و مخلوقات در همه چیز به او نیازمندن. این معنای صمده. اگر همین من دون الله رو الله متعال میفهمه، دیگه مگسی از اینا چیزی بگیره نمیتونن باز بستانند. چرا نمیتونن؟ چون که ضعف الطالب والمطلوب، همه اون کسی که طلب میکنه و اون کسی که طلب میشه هر دو تا ضعیفن. ضعف الطالب والمطلوب. اون کسانی که من دون الله شما میخوانید اونها نمیتونن مگسی خلق کنن و اگر مگس چیزی از اونها بگیره نمیتونن باز بستانن. هم شمایی که اونها رو میخوانید و هم خود اونها که خوانده میشوند من دون الله، از انبیا، از اولیا، اونها هم ضعیفن، شما هم ضعیفید. ضعف الطالب والمطلوب. طالب اون کسی که طلب میکنه، مطلوب اون کسی که ازش طلب میشه من دون الله. شمایی که میری سر قبر فلانی، شمایی که میری
پیش فلان ذریح و فلان بارگاه، شمایی که میگی یا فلان مدد به این نیت که فکر میکنی حاضر و ناظر و رفتار شما رو میبینه، بر اعمال شما آگاهه و از حال شما خبر داره. این حقیقت اونها. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، ضعیفند. چرا این کارو میکنند؟ چرا انسان ها مرتکب شرک میشن؟ چرا انسان ها در رابطه با من دون الله دچار غلو میشن؟ مشکل کجاست؟ آیه بعد اشاره میکنه برای ما این مشکل. ما قدر الله حق قدره. اینها الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن. اینها الله رو نشناختن. اینها الله رو نشناختن هنوز. به بالله کسانی که من دون الله رو به فریاد میخوانند اگر الله رو میشناختن، آنگونه ای که در قرآن کریم و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم خود رو معرفی کرد، اگر میدانستند که در خلقت آسمان ها و زمین ربوبیت الله تعالی، که ذره‌ای در آسمان ها و زمین غیر الله تعالی در آفرینش، در خلقت، در تدبیر امور عالم، تصرف امور عالم، زنده کردن و میراندن و مرگ آوردن، غیر الله متعال هیچ کسی نقش نداره و دخل و تصرف نداره. اگر میدانستند که الله هست که صفاتش همه صفات کماله و جماله و عزته و هیچ نقصی در او را نداره و هیچ شباهتی با مخلوقاتش نداره و مخلوقات هیچ شباهتی با الله تعالی ندارن، الله تعالی بی‌نیازه، قدرتمنده، چیره است، مثل مخلوقاتش نیست. اگر میدانستن این کارو نمیکردن. اینها الله رو نشناختن که غیر الله تعالی رو به درجه الله تعالی رساندن. اینها نمیدانن که بابا تمام من دون الله همه جمع بشن یک مگسی نمیتونن خلق کنن. خلاص مسئله همینجا حل شده است. وقتی الله تعالی برای ما مثال میزنه که تمام من دون الله اگر جمع بشن یک مگس نمیتونن خلق بکنن، یعنی دیگه دل به اینها و کمک اینها من دون الله به صورت عموم خوش نکنید، نمیتونن به شما کمکی بکنن. قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، بگو به من نشون بدید اون کسانی رو که به غیر الله تعالی به فریاد میخوانید، ارونی ماذا خلقوا من الارض، چه چیزی را از آسمان ها و زمین اینها خلق کردن؟ ام لهم شرک فی السماوات، آیا اینها در آسمان ها و زمین شراکتی داشتند؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین، یک دلیلی بیارید از کتاب های آسمانی، دلیل علمی بیارید اگر شما راست میگید، اگر واقعا فکر میکنید که من دون الله در آسمان و زمین خلقت دست داشتن. در سوره مبارکه احقاف الله متعال میفهمد اینها یک مگسی نمیتونن خلق کنن، صاحب اختیار نیستن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه. در 5 سوره مبارکه احقاف الله متعال میفهمد کیست گمراهتر از اون کسی که من دون الله رو به فریاد میخواند که نمیتونن تا روز قیامت استجابت کنن ندای او رو، و هم عن دعائهم غافلون، و از دعای اینها بیخبرند و خبر ندارن. چرا این کارو میکنن؟ ما قدر الله حق قدر. در سوره مبارکه حج آیه 74 بعد از اینکه مثال رو الله متعال زد که نمیتونن مگس خلق کنن، الله متعال میفهمد اینها الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن و نمیدانن که ان الله لقوی عزیز، همانا الله تعالی قویه، قدرت داره. مثل اینها نیست که ضعف الطالب والمطلوب، مثل مخلوقاتش نیست که ضعیفن. و خلق الانسان ضعیفا، الله متعال میفهمد انسان ضعیف خلق شده. انسان به صورت عموم، هر انسانی، حتی انبیا انسان هستن یا نیستن؟ انبیا جز انسان ها هستن یا نیستن؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمود انما انا بشر مثلکم، من بشری مثل شما، فقط فرق من با شما اینه که من وحی میشه به شما نمیشه، مواردی رو من میدونم که شما نمیدونید، وگرنه انبیا مثل ما بودن. و یکی از دلایلی که مشرکین اعتراض میکردن به نبوت انبیا، گفتن مال هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اگر این پیغمبره خب چرا مثل ماست؟ پس غذا میخوره، در بازارها را میره،
پیامبر صلی الله علیه و سلم که بزرگترین فرستاده الله متعال است و تاج سر همه انبیا، ایشون هم همچین اختیاراتی نداشت. ایشون هم انسان بود و خلق الانسان ضعیف، و انسان ذاتاً ضعیف خلق شده، اما الله تعالی ان الله لقوی عزیز، قدرت داره، عزت داره، هیچ کسی نمیتونه اون رو چیره بکنه. اینطوری نیست که مثل من دون الله اگر مگسی چیزی گرفته از اونها نمیتونن باز پس بگیرن. الله تعالی مثل اینها نیست، خالق مگس، اصلا خالق کل آسمان ها و زمینه، هیچ کسی او رو غالب نمیکنه. الیس الله بکاف عبده، الله با این عظمت آیا برای بندش کافی نیست؟ الله متعال اگر من و تو رو نپذیره که غیر از الله متعال مهربانتر از او وجود داره که بپذیره؟ مگر نفرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو استجابت میکنم براتون. مگر نفرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من شارک گردن به اونها نزدیکترم. چرا این کار میکنم؟ خب اینها میگن الله تعالی مگر اینها خب برگزیدگان الله تعالی هستن، الله تعالی به اینها درجاتی داده، الله تعالی اینها رو انتخاب کرده. این رو هم الله تعالی جواب میده در آیه بعد. این شبهه رو الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس در آیه 75. الله متعال درسته که از بین ملائکه خودش، از بین انسانها یک عده‌ای رو برمیگزینه، رسالت به اونها میده، اما ان الله سمیع بصیر، سمیع مطلق، بصیر مطلق، اونی که همیشه حاضر و ناظره، همه جا صدای شما رو میشنوه، همه جا از حال شما خبر داره و قدرتمنده که چیره است بر همه چیز و هیچ کسی نمیتونه او رو شکست بده، فقط الله تعالی است. درست الله تعالی انبیای انتخاب کرده، اما به این معنی نیست که اونها سمیع باشن، بصیر باشن، به صورت مطلق حاضر و ناظر باشن بر اعمال شما، قدرت داشته باشن، عالم به غیب باشن. نه، این گونه نیست. اونها اختیاراتی داشته باشن که برابری بکنه با برخی از صفات الله تعالی، هرگز این گونه نیست. الله متعال میفهمد که اینها رو من برگزیدم، اما صفاتی که من دارم اونها ندارن. اینها برگزیده هستن، اما اگر همه برگزیدگان هم جمع بشن لا یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یک مگسی نمیتونن خلق کنن. و یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، مگس یک چیزی از اونها بگیره نمیتونن که باز پس بگیرن. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، این مگس رو، این مثال مگسی رو خوب گوش کنید، خوب به خاطر بسپارید. این مثالی که الله متعال در اون با یک مگس تمام من دون الله رو به تحدی میطلبه. الله متعال میفهمد همه کسانی که شما به فریاد میخوانید غیر من حریف یک مگس من نمیشن. یک مگس همشون. حالا اینهایی که نمیتونن یک مگسی رو خلق کنن یا مگسی رو بیان ازش چیزی رو که گرفته پس بگیرن، با من برابری میکنن. این میطلبه که واقعا ما تفکر کنیم، تعقل بکنیم. الله متعال برای ما در این مثال به صورت واضح حیطه اختیارات غیر الله رو مشخص کرد. من دون الله یعنی مخلوقات الله تعالی، انبیا، ملائکه، در آنچه که مرتبط به امور عالم هست، در آنچه که مرتبط به تصرف و تدبیر امور عالم هست، الله متعال میفهمد اینها این اختیار رو ندارن. پس فقط باید از الله متعال خواست. چرا که در آیه 76 میفرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله است که از جلو و پشت سر و آینده و گذشته شما خبر داره، عالم به غیبه و الی الله ترجع الامور، به همه چیز به سوی الله متعال برمیگرده، فقط اوست عالم الغیب. و در آیه 77 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. حالا که اینطور است فقط الله را عبادت کنید، برای او رکوع کنید، برای او سجده کنید و فقط او را عبادت کنید و کار خیر انجام بدید، باشد که شما به رستگاری و فلاح برسید. امیدوارم که الله متعال به همین ما شما فهم صحیح توحید و شناخت دقیق شرک رو نصیب بکنه تا از شرک دور بشیم و هرچی بیشتر به توحید نزدیک بشیم و چنگ بزنیم و خود را نجات بدیم از اینکه خدای نکرده در قیامت از جمله کسانی باشیم که با شرک و محضر الله متعال حاضر شدن، چرا که الله متعال
هرگز شرک رو بدون توبه نمیبخشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارشون.